این هم از اپل استور روم آیفون 16 نمایی شده که بریم برای شما یه گزارش تهیه کنیم. خب اینم رنگ جذاب پینکشه، واقعا خوشگله، واقعا خوشگله. اینم باز همچنان توی نسخه نرمالش و توی نسخه پلاسش روی همش کپچر باتون داره. اینم که طراحیشه، ابعادش که کنار هم دیگه توی تصویر میبینید. یه ذره باید یه تاچ کنید، تاچ کردنش ممکنه یکم غلافگیری داشته باشه. یه ذره که فشار بدین میبینید که میاد توی دست و شروع میتونید تصویر برداری بکنید.